در شب دوشنبه ملاقات رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تاج‌الدین جورزاده با هیئت مهمانان عربستان سعودی که تحت رهبری مدیر آژانسی اطلاعات سیاحی ابراهیم المطیری به تاجیکستان آمدند برگزار گردید. تفصیلات بیشتر این دیدار در گزارش همکار ما میرسیدی ستوریان. لذلك يبدو ان شاء الله الزياره حتكون در ملاقات دورنمای همکاری ها میان جمهوری تاجیکستان و پادشاهی عربستان سعودی در سمت سیاحی و برقرار نمودن رابطه با آژانسی اطلاعاتی سیاحی جهت معرفی نمودن امکانیت‌های سیاحی تاجیکستان و رشد این بعده همکاری‌ها در این سمت مورد بررسی قرار گرفت. تاج‌الدین جورزاده رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در آغاز دیدار و ملاقات هیئت نمایندگان عربستان سعودی را به جمهوری تاجیکستان خیر مقدم گفته قید کرد که به خاطر شناسایی بیشتر مهمانان با طبیعت دلفریب کشور ما هیئت دوام چند روز در مزرعه‌های افسونکاری چیل دختران ناحیه مومن‌آباد، قلعه هولبوک ناحیه واسه، همزمان موضع‌های سیاحی بلجوان، خوالین، شمس‌الدین شاهین، شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت و ولایت مختار کوهستان بدخشان دیدن کردند. همکاری جمهوری تاجیکستان با عربستان سعودی در جنبه‌های گوناگون خیلی تحقیقات و تعمیق یافته است. عربستان سعودی با در نظر داشت قنوات تاریخی و فرهنگی و دیگر ارزش‌های والای اسلامی برای مردم تاجیکستان یک سمت خیلی مشهور و محبوب است. مردم تاجیک مردم فرهنگ دوست و کهن بنیاد است و ما یک مسئله داریم، میگن مهر در چشم است و این خاطر میخواستیم که رفت و آمدی ما و شما بیشتر شود و ما و شما امروز یک فرصت خیلی نادری داریم که رابطه و مناسبات خود را در همه گونه سمت‌هایی که با دایره وکالت‌های ما دخل دارن توسعه بخشیم و البته رشد. بنابر سیاست پیشگرفته پرزیدنت محترم ما محترم امام علی رحمان، دولت ما امروز یک کشور بیشتری شده است، کشور امن است، کشور آرام است و روز از روز زیبایی‌های آن بیشتر شده است و من گمان میکنم که با حضور شما با قدم مبارک شما رفت و آمدی بین دو کشور باز هم زیادتر و بیشتر میگردد. مهمانان عربستان سعودی در نوبت خود تأثیراتشان را از هر گوشه و دیار تاجیکستان که طول چند روز از آنها دیدن نمودند در میان گذاشتند. ابراهیم المطیری مدیر آژانسی اطلاعاتی سیاحی عربستان سعودی ذکر کرد که تاجیکستان دارای طبیعت ناتکرار و غنی می باشد و سفر به این کشور هرچی بیشتر شود میل اقامت در آن زیادتر می گردد. لذلك يبدو ان شاء الله الزياره من امید دارم که این زیارت ما اول محبت بین دو کشور را زیاد می کند و سعادتمندی دو کشور را باز هم تقویت می بخشد. هر آن سفرهایی که داشتیم آخرش از اولش خیلی خوب. ما تمام هیئت آماده هستیم که در آینده باز هم همکاری را تقویت بخشیم برای این فعالیتی که ما انجام میدهیم در درجه خوب. اولا برای شما و ثانیاً به برادرانی که در اینجا حضور دارند برای آماده نمودن چنین ملاقات و چنین واقعی تشکر میکنم. در ملاقات همچنین مسئله های براه ماندن خط سیرهای مستقیم میان تاجیکستان و عربستان سعودی و آسانگردانی روابط بین دو کشور و هرچی بیشتر رواج دادن رشد سیاحی مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. میرسید ستوریان، رادیوی آواز تاجیک.